کریسمس. Merry Christmas. یکی از بزرگترین جشن‌های جهانی. حتی از مجموع درآمد عیدهای مسلمانان در 10 سال در 1 سال بیشتر درآمد تولید می‌کنند. چرا این جشن تجلیل می‌شود؟ و اگر این روز تولد حضرت عیسی علیه السلام است، چرا مسلمانان آن را تجلیل نمی‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید به تاریخ و آموزه‌های اسلامی نگاه کنیم. حضرت عیسی علیه السلام حدود 2000 سال پیش در فلسطین در شرایط معجزه‌آسا متولد شدند. در آن زمان فلسطین تحت سلطه امپراتوری روم بود. و یهودیان در آنجا زندگی می‌کردند. حاکم آن دوران قیصر آگوستوس خود را خدا می‌دانست و پرستش او اجباری بود، اما خداوند پیامبر بزرگ همچون حضرت عیسی علیه السلام را فرستاد تا با این ادعاهای باطل مقابله کند. تولد عیسی علیه السلام بدون پدر رخ داد و این امر یکی از بزرگترین معجزات الهی است. مادر ایشان حضرت مریم علیه السلام زنی پاک و برگزیده خداوند بود. کودکی حضرت عیسی علیه السلام با معجزاتی بود. حضرت عیسی علیه السلام از همان کودکی با دیگران متفاوت بودند. یک روز در حالی که همراه با مادرشان در بازار بودند ناپدید شدند. مادرشان پس از جستجوی طولانی ایشان را در معبد یافت که با علمای یهودی مناظره می‌کردند. سوالات و دانش ایشان باعث شگفتی و خشم علما شده بود. در جوانی خداوند به ایشان قدرتی بخشید که بیماران را شفا می‌دادند و حتی مردگان را به اذن خدا زنده می‌کردند. این معجزات موجب شد که محبوبیت ایشان در میان مردم فقیر افزایش یابد، اما سخنان و آموزه‌های ایشان که علیه علمای یهودی بود موجب دشمنی شدید آنان شد. پس از عروج حضرت عیسی علیه السلام پیروان ایشان تعالیمشان را گسترش دادند. مفردی به نام پال تغییرات بزرگی در دین مسیحیت ایجاد کرد. او عیسی علیه السلام را نه تنها یک پیامبر بلکه پسر خدا و حتی خود خداوند معرفی کرد. این تغییرات باعث شد که مسیحیت از تعالیم اصلی خود فاصله بگیرد. در ادامه رومی‌ها برای تطبیق دین مسیحیت با فرهنگ و باورهای خود تغییرات بیشتری ایجاد کردند. آنها تاریخ 25 دسامبر را که با جشن‌های زمستانی آنان همزمان بود به عنوان روز تولد حضرت عیسی علیه السلام تعیین کردند. قرآن کریم داستان تولد حضرت عیسی علیه السلام را با جزئیات بیان کرده است. بر اساس آیات قرآن کریم حضرت مریم علیه السلام هنگام زایمان زیر درختی از خرما بودند. خداوند به ایشان فرمود که درخت را تکان دهند تا خرماهای تازه برایشان بیفتد. این ماجرا نشان می‌دهد که تولد حضرت عیسی علیه السلام در فصل تابستان بوده است، نه در زمستان. کریسمس در دنیای مدرن بیشتر به یک جشن تجاری تبدیل شده است. بسیاری از مردم، حتی کسانی که به مسیحیت باور ندارند، کریسمس را برای خرید هدایا، تزیین خانه‌ها و تفریح تجلیل می‌کنند. این امر نشان دهنده تغییر مفهوم اصلی این روز است. مسلمانان به حضرت عیسی علیه السلام به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی احترام می‌گذارند، اما باور دارند که جشن کریسمس با تاریخ واقعی تولد ایشان و آموزه‌های اسلامی مطابقت ندارد و همچنین تجلیل از این روز به شکل کنونی آن ریشه در باورها و رسوم غیر اسلامی دارد.